تفریحات بچه‌های شمالی اینه که از گذشته تا به الان عادت به ماهیگیری با سالیزنی رو دارن. امروز میخوایم آموزش سالیزنی رو به شما بگیم. بالای سالی رو اینجوری میگیریم به صورت دایره. به این تنابا میگن رقم. انتهای رقم رو داخل دست میندازیم و با این دست سالی رو میگیریم. یک حلقه در ابتدا، یک حلقه دوم هم به اندازه هم. بعد سالی رو اینجوری میذاریم رو زمین. سالی رو به این شکل میاریم توی این دست ما، این مدلی. بعد در امتداد انگشت آخر این پایین سیخ رو میگیریم و میاریم روی انگشت شستمون به این شکل. دیگه این تو رو گذاشتیم روی این انگشت شست. از این طرف خب از 4 انگشت ما استفاده میکنیم. از بالای این پا، به اینا میگن پا، به این تنابا میگن پا. از بالای این انگشت اول سبک، انگشت دوم یه ذره سنگین‌تر، انگشت سوم یه خورده سنگین‌تر از انگشت دوم و انگشت چهارم حجم بیشتری از سالی رو باید داشته باشید به این شکل. برای پرتاب ما از 2 تا دستمون باید استفاده کنیم و به قول گیلک‌ها با یه تاب این مدلی باید بریم سالیو. حالا من میرم یه دونه پرتاب میکنم تا شما ببینید نحوه پرتابش به چه شکل.